همایش در موضوع تامینات ماده تکنیکی روند تعلیمی تکنولوژیا در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی را رهبریت دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی افتتاح بخشیدند. گفته شد که تنها جهانبینی علمی و جامعه با دانش‌ها و تفکر تکنیکی مسلح میتواند علیه همه گونه بحران‌ها رقابت پذیر تا باور و موفق باشد. از این رو اعلان آموزش 20 ساله فن‌های دقیق، طبیعت شناسی و ریاضی در ساحه علم و معارف اقدامی مهم و سریع‌وقتی محسوب می‌یابد. سپس برآمد کنندگان در موضوعهای تکنولوژی استحصال کسلت‌های خالند و آموزش خاصیت‌های بیولوژی آن، تشکیل ثمرناک تعلیمی دوالی در مؤسسه تحصیلات میانه کسبی و استفاده تکنولوژی‌های رقمی در ساحه معارف معروضه‌های پرمحتوا نمودند. یادآور می‌شویم که با مقصد رشد تفکری تکنیکی و گردانیدن جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی دوران معاصر، توسعه اختراع‌کاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه با آموزش فن‌های دقیق، طبیعت شناسی و ریاضی، همچنین دریافت استعدادهای نو در این سمت‌ها در مملکت آزمون جمهوری علم فروغ معرفت راه اندازی گردید. تشکیل و برگزاری آزمون مذکور نشانه غمخواری نوبتی سرور دولت نسبت به نسل نورس و جوان، تربیت جوانانی با علم و فرهنگ و معرفگری آینده تاجیکستان در عرصه جهانی ارزیابی می شود. زیرا در هر دور و زمان جوانان نیروی پراقتدار، بنیادکار و سازنده و پیشبرنده جامعه متمدن شناخته شدند. به خصوص در شرایط کنونی جامعه پیچیده و پیشرفت همروزه تکنیک و تکنولوژی، فهمش ذهنی و عقلانی جوانان در قرن 21 مورد تقاضای پیشرفت است. در آخر همایش میان دانشمندان، محققان و اشتراکچیان تبادل افکار صورت گرفت.